مرده رسیدم آدمای اگنستوا میگن که خدا را شکر بگو که بچت هوا مرده. پسر تاجنیسا کریمова ماهی اپریل سال گذشته با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد و بعد 5 روز نگهداری در بازداشتگاه آژانسی نظارت بر مواد مخدر جان داد. مادرش میگوید در بدن پسر 25 سالش آثار لطو بود و یک قبرغه شکسته. خوجینم نشناخت بچه‌شم، من شناختم بچه من. قاشای سیاه و موی سرش شناختم، همه جاش سیاه و کبود، ناخونا دست پشت و پاهاش. دادستانی در رابطه با مرگ شمس‌الدین زیدالله‌یев با اتهام شکنجه پرونده باز کرد، ولی بعداً مفتش خلاصه یک متخصص را که گفته است التهاب شش سبب مرگ شمس‌الدین بود نلاتوکوب پرونده را قطع کرد. اینجا 7 اکسپرت ها بودن، متخصصان بودن. از این 7 کس 6 کسش سبب مرگش خیلی که گفتم نتیجه زخم های به وجود آمده اعتراف میکنن و یکی از اما اعضای هفتم گویم او میگه که با اون فکری اکثریت راضی نشده، فکری مخصوص خودشون درج میکنه. تفتیشات تکیه کرده به نتیجه اکسپرتیز کمپلکسی که آخران تعیین شدگی بود تکیه کرده پرونده جنایتی ذکر شده را قطع میکنه. مقامات آژانسی هر گونه لطوکوب و شکنجه را رد میکنند، ولی مادر شمس‌الدین به مرگ پسرش از بیماری باور ندارد و از طریق دادگاه میخواهد قضیه مرگ پسرش را از نو تحقیق کنند. قرار بود دادگاه قضیه را روز 27 اکتبر به بررسی بگیرد، اما به سبب تکمیل نبودن سندها به تاخیر انداخت. در همین روز حامیان حقوق، دادرس‌ها و مفتشان در تاجیکستان در نشست در دوشنبه راه‌های تحقیق و تفتیش قضیه‌های شکنجه و بدرفتاری را بررسی کردند. حامیان حقوق میگویند چنین پرونده‌ها درست تحقیق نمی‌شود، چون مقامات انتظامی نمی‌خواهند که به اصطلاح همکارانشان را بدنام کنند. مثلا تحقیق پرونده پرسر و صدای عمر باباجانov ساکن شهر وحدت که سال 2015 بعد بازداشت ماموران میلیسا درگذشت کاملا قطع شده است، زیرا مقامات امسال گفتند که نتوانستند شخصیت گناهکار احتمالی را معلوم کنند. شکنجه و یا بدرفتاری با متهمان و زندانیان در تاجیکستان یک مشکل داغ به حساب می رود و حامیان حقوق می گویند حکومت برای ریشه‌کن کردن این ظاهرات به قدر کافی کوشش نمی کند. با گفته آنها از اول سال حامیان حقوق 60 شکایت از بدرفتاری و شکنجه را ثبت کردند که نظر به سال گذشته زیاد است. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.